دهه فردوسی در ناحیه مقطع ارلی قزاقستان. اینجا بیش از 500 خانواده تاجیک زندگی میکنند. گذشتگان آنها 90 سال پیش از تاجیکستان به قزاقستان کوچ کردند. شغل اکثر تاجیکان در این دهه کشاورزی است. هر یک خانواده از 4 تا 10 گیکتار زمین دارد. تاجیکان در این زمین ها اساساً پخته و خربوزه میکارند. میگویند در کشت هر نوع زراعت آزادند و دولت در نزدشان نقشه نمیگذارد. شرایط کار کشاورزان در اینجا تقریبا مثل تاجیکستان است. دولت قزاقستان برای کشاورزان سبکی های پیش بینی کرده است. پختر میتیم، خربوزه میتیم، اینو میخریم. 3 لیتر خودمو میخریم. صدر خودمو میخریم. چی که کنیم؟ همش خودمو میخریم. دولت آخر سال ما سوبسیدی میتید. آخر سال مثلا ما سالیار که حاضر در بازار اگر 400 تنگه باشد 200 تنگه میتید ما رو دولت. 200 تنگه سوبسیدی. 3 لیتر در بازار 400 تنگه باشد ما با 200 تنگه میتید. این هم حساب دولت 50% مثلا یاردم. 1 گیکتار اند گفتم 1700 1800 تنگه. این قیمتش. و شما قطعی نداره پخته میکنه، جوری میکنه، خربوز میکنه، تربوز میکنه. 1 سال 1 بار نلوگ میسپاره. اگه سومونی قطعی من نمیدونم 37 38 سوم میشه، 37 38 سوم میگم. یعنی 40 سوم باشد مثلا 1 سال میسپاره ما. صرف نظر از این سبکی ها کشاورزان در اینجا مشکلی های خود را دارند. از جمله نرسیدن ماشین های پخته چینی. کشاورزان حتی 25 اکتبر هنگام ثبت این گزارش چینش اولی پخته را انجام نداده بودند. در تاجیکستان تا این دم 2-3 مراتبه پخته را میچینند. مشکل دیگر کشاورزان در اینجا شور زمین بودن اکثر زمین ها است. ولی ساکنان دهه میگویند از هر گیکتار تا 30 سنتیمتر پخته میگیرند. سبکی ها در قزاقستان تنها به کشاورزی محدود نمی شود. تاجران تاجیک میگویند شرایط کارشان نظر به تاجیکستان بهتر است. این فروشنده در 3 ماه 1 مرتبه به حساب پول تاجیکستان 100 سامانه انداز می سپارد. اینجا نیز تفتیش و بعضی محدودیت ها هست. نلوگ میبرد، همون نلوگ میبرد میتیم. ما یا براموز دیو که نلوگ مقا ما دولیم. نلوگ. بعد پجار میبرد میبیند میسال پجار جو من میدار من پجار ندارم. هم برای پجار ندار. چند یک روز کردیم. دیگه دیو بیشتر همش نگاه کرده. دیگه پرابلم نیست. خود دست مون برا. دیگه ساینس پیکتنس میبرد مثلا من روز کردیم. از سحر من اول بروزات سال پول وای میشه. از بعد 1 ساعت هر 2 ساعت 3 ساعت پول مول توزیع میکنیم. برای خاطر توزیعی در همه قویدی وی قزاقستان 20% باید مونی. شما یک چیز گرفتی ابولش 20% میمونی، 20% زیاد نمیمونی. تو بربا و دیگه نه که ما شکایت نداریم میگم گیرم. جوانان این دهه تقریبا به مهاجرت نمی روند. برخی آنها به کار سیاه مشغولند اما در دهه خودشان. این جوانان از صبح بر وقت تا نیمه روز قریب 1500 خشت می ریزند. هر یکی اینها ماهانه تا 400 یا 500 دلار به دست می آورند. این مبلغ برابر به معاش یک آموزگار در قزاقستان است. همین کار سرکه خونه پوشی مثال وقتی پخته میشه پخته میبرم، وقتی خرج میبرم. دستش چی همین هنر بیاد برام کار منه. رسه نمی رسه در جای ما نمیرم دورش. ساکنان دهه فردوسی عادتهای نیاگان را در اینجا نیز نگاه داشتند. پدر این مرد آسیابان بود. بعد سری پدر کسبش را ادامه داد. سال 92 جواز داشتیم. بعد جواز شد اوسه کردیم ارد. بعد سال ارد که ارزانی شد همه جا وای شد. بعد می اوسه کردیم این شغل را سیخا. از سال 97 این طرف همین کار خونه به کار آمد که همین اوسه شغلی. الحمدلله می قشنقای خود ما این قشنقای اورگیواس میگود، آرای میگود، لیلین میگود، یعنی جنس، آرای، همین 5 قشنق اول همین کار بود میکنیم را خدا خواهد. این کار ما سر میشد اما همین اکتبر، نوامبر، دیگه یعنی 4 ماه سیزن کار ما های. هم حوزه از این میگه شغلش میگه آورد همین استفاده کرده.
آپوشی ما زندگی ما به پیش خدا خواهد هیچ تنقیصی نیست با سوید ما تنقیص ما چوشکه ما های میبود پولش میتیم یکم مایده اگرنچه نیست چی خیلی کار میکنه کنم میگیره یکم مایده تنقیص دایم باری سوید نلوگ تمام آزادیم یک سال یک بار نلوگ میتیم همون تو چی کار میکنی و کارتو این آشخانه مکان جمعشوی ساکنان در پایان روز است. انشالله که نصیب که باشد در آینده خدا خواهد شما که میبینید در اونجا وقتی اینجا تراکتور سودگی است اما خدا خواهد یک چای خانه خدا خواهد گشوده در تمام جمهوری در هر جایی که مهمان ها میبینن مثال افقات ملی آش پلوی تاجیکی شوربای پلوی شوربا آش پلوی تاجیکی مثال میکنیم انشالله مردم به خدمت میکنیم. خدا خواهد ساکنان دهه با خویشاوندان خود در تاجیکستان روابط نزدیک دارند. میگویند زندگی آنها از چند جهت افضلتر از تاجیکستان است. از جمله اینکه ساکنان در این دهه با گاز، آب و برق تامینند و راههای دهه مومفرش است. اما در مسئله آزادی‌های سیاسی و دینی اینجا نیز شباهت‌های با تاجیکستان دارد. اینجا نیز مثل تاجیکستان دختران با حجاب به مکتب رفتن نمی‌توانند. انتخابات‌ها در قزاقستان تقریباً مانند تاجیکستان می‌گذرند. با نتیجه هایی که بسیاری ها را به حیرت نمیگذارد. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی.